آیا از همین الان میتونیم متوجه بشیم که وضعیتمون بعد از مرگ چی میشه؟ سلام. یکی از سوالاتی که برای هممون پیش میاد اینه که بعد از مرگ جسم وضعیت ما اون طرف چی میشه؟ آیا زندگی خوب و خوشی داریم یا اینکه نه باید رنج و عذاب بکشیم؟ اصلا به نظرتون از الان میشه متوجه شد که وضعیت ما بعد از مرگ چجوریه؟ بله که میشه. تا الان توی برنامه منتظر چی یاد گرفتیم؟ این که خود حقیقی ما این بدن نیست. وقتی که جسم میمیره نفس ما به زندگی خودش ادامه میده. یه مطلب جدیدم امروز یاد بگیریم، تنگ و تاریک بودن خود حقیقی یا وسیع و روشن بودنش. چجوری بفهمیم که نفس ما تنگ و تاریکه یا روشن و وسیع و باحاله؟ خب تشخیصش خیلی راحته. قبلا هم گفتیم که ما میتونیم قلب خودمون رو سونوگرافی کنیم و از سلامتش مطمئن بشیم. هر وقت احساسات و عواطفی مثل غم، عصبانیت، کینه، زودرنجی، وابستگی و چیزای اینجوری اومد سراغ قلبمون، یعنی نفس ما تنگ و تاریک شده و باید زودی به دادش برسیم. راستی یه راز خیلی مهمم هست که از یه روایت از معصومین علیه السلام نقل شده، این که نفس ما همون قبر ماست. یعنی وسیع و نورانی بودن نفس باعث وسیع و نورانی بودن قبر انسان میشه. اگه ما اون صفتهای منفی اخلاقی رو از نفسمون پاک نکنیم و به جاشون شادی، عشق، پذیرش و خصوصیتهای خوب اخلاقی رو توی نفسمون ایجاد نکنیم، به محض مرگ جسم احساس تنگی روح میکنیم و دیگه هم فرصتی برای جبران و درمان اونها نداریم. یعنی باید بریم توی جهنم و با آتیش اونا رو از نفسمون پاک سازی کنیم، تازه اگه قابل پاک شدن باشن. حالا جالب اینه که ما خیلی از این تاریک کننده های نفس رو به عنوان خصوصیت های عادی و روزمره بهشون نگاه میکنیم. مثلا یه بار توی یه محفل معنوی بودیم که صحبت از کنترل نفس و اینجور چیزا بود. یکی از اعضای اصلی اون محفل گفتش که من میدونم که خیلی پرخورم و چون به بابای خدا بیامرزم رفتم. یعنی پرخوری و شکم پرستی رو به راحتی پذیرفته بود و چون به باباش رفته بود قرار نبود هیچ وقت درمانش کنه. یا بعضیا چیزای دیگه میگن، مثلا ما فلان شهریا خیلی عصبی هستیم، ما خانوادگی خیلی زود رنجیم، ماها خیلی تشریفاتی هستیم و صفات منفی دیگه‌ای که به راحتی اونا رو بیان میکنیم ولی اصلا هم قرار نیست درستشون کنیم. میدونید دلیلش چیه؟ چون ما الان متوجه نیستیم که این خصوصیت‌های منفی چه بلایی سر نفس یا خود حقیقیمون آوردن. بهشون عادت کردیم و از اون بدتر ذائقه‌مون عوض شده و اونا رو دوست داریم. در صورتی که ما دائما باید حواسمون باشه و مواظب باشیم که چه چیزی رو داریم توی نفسمون و روحمون ذخیره میکنیم و بهش عادت میکنیم. حالا چیکار کنیم که نجات پیدا کنیم و قبرمون یعنی نفسمون وسیع، عالی و لذت بخش باشه؟ یکی از بهترین راهاش یاد خداست. انسانی که توی زندگی خدا رو در نظر بگیره، دستورالعمل‌های خداوند برای ساختن قلب سلیم رو رعایت کنه و روی اخلاق خوب کار کنه، قطعاً زندگی آخرتیش وسیع، زیبا و لذت بخش خواهد بود. کسی هم که خدا و دستوراتش رو قبول نداشته باشه دچار دو تا خصلت خیلی خطرناک میشه به اسم کفر و شرک که باعث میشه آتش بزرگی توی نفس اون ایجاد بشه و تا ابد اونو بسوزونه. انتخابش با خودمونه رفقا. تا ویدیوی بعدی کهکشان درون، به خدای بزرگ میسپارمتون.